به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوستان، به کانال سهراب مت خوش آمدید. در ویدیوی گذشته ما درباره حجره و نسج یا بافت آنها صحبت کردیم، ولی در ویدیوی جدید ما درباره اعضا و انساج و 11 سیستم بدن صحبت خواهیم کرد که در آخر این ویدیو شما می توانید درباره 11 سیستم از بدن معلومات دریافت کنید که 11 سیستم بدن کدام ها می باشند و چه وظایف دارند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوستان، به کانال سهراب مت خوش آمدید. موضوع امروز ما درباره اعضا، انساج و سیستم های بدن انسان می باشه که ما یک و دانه دانه بالای آن بحث خواهیم نمود. انساج و اعضا چیست؟ در درس‌های قبلی ما در مورد حجره، نسج صحبت کردیم که خود حجره گفتیم حجره واحد ساختمانی و وظیفه‌ای موجودات زنده می باشه و نسج هم همچنان نمی رقم یک موجودی از در بدن که یک جا شدن چندین حجره یک نسج می سازه. ولی انساج یک جا در این موقع اگر ما بخوایم برش تشریح بگوییم میتونیم بگوییم خلاصه تر که یک جا شدن یا جمعی از چندین نسج را یک انساج گویند یا یک انساج می سازه. چندین نسج با هم یک جای میشه و یک انساج می سازه. و اعضا چیست؟ خود اعضا که از چندین انساج یک جا شده یک اعضا را می سازه. مانند چی می باشه خود اعضا؟ اعضا مانند ما میگیم معده است، گرده است، یا قلب است، یا رگ است، یا شش از جگر است. اینا اعضای بدن انسان می باشه، اعضایش می باشه که اینمی انساج ها با هم یک جای شده و یک اعضا را می سازه. میتونه که در یک اعضا حدود بسیار زیادی از انساج ها یک جای شده یک اعضا را بسازه. پس میایم بالای انساج و اعضا صحبت کردیم. پس میایم روی سیستم های بدن که کدام ها هستند که موضوع اساسی درس امروز ماست که خود سیستم های بدن ما که اگر تعریف خلاصه تر برش بگوییم یک جا شدن یا گروهی از چندین عضو یک جای شده یک سیستم را می سازه یا اعضا یا عضو که یک جای میشه یک سیستم را می سازه. مانند ما در آناتومی بدن انسان ما 11 نوع سیستم داریم در بدن انسان. 11 نوع سیستم می باشه که هر کدام تعریف های خاص دارن، فرق میکنن و هر کدام وظیفه خاص خود داره. و همین اگر بخوایم پیشتر هم گفتم که تعریف سیستم براتون که اگه سیستم یک تعریف خلاصه تر کنیم میگیم یک جا شدن یک یا چندین عضو در یک ارگان را به نام سیستم میگویند. خب سیستم های بدن کدام ها هستند؟ ما سیستم ها را که یک تعریف هم گفتیم که مجموعه چندین ساختمان ارگان را به نام سیستم یاد میکنه، ما این را به 11 بخش تقسیم میکنیم. که اولین بخش ما به نام نرو سیستم میباشه. خود نرو سیستم یعنی سیستم عصبی است که بسیار زیاد حدود رشته‌هایش بسیار طویل می باشه که از مغز ما شروع تا شست انگشتان پا موقعیت داره که سر تا سر بدن ما را گرفته و تمام بدن را گرفته. ولی بعضی جاهای از بدن است که دارای مثلا شریان ها، وریدها یا سیستم های عصبی نمی باشه، مانند غضروف ها، جاهای نرم مثلا مانند نرمی گوش، پرهای دو طرفی بینی، این قسمت ها که است رشته عصبی نداره، میتونه سوراخ شوه براحتی، خون زیاد نمیشه، رگ اویه یا امو وریدها و شریان ها را نداره که سیستم عصبی کنترل کننده تمام عوامل بدن ماست. در صورتی که مثلا ما در یک جای میریم اگر یک جای آتش سوزی باشه یا یک چیز داغ باشه که ما بخوایم دست برش بزنیم در واقع مغز ما برای ما سیستم عصبی سیگنال میده که داغ است، یعنی دست ما که خورد دست زود ما دست ما را از دور میکنیم. سیستم عصبی وظیفه‌اش اینمی است که بعض موادهایی که مثلا در داخل سیستم عصبی است، بعضی از سلول‌های زیاد در اونجا می باشه که وظایفشان مانند خوش نگه داشتن ما، حالت‌های غمگین، حالت‌هایی که مثلا ما گریان میکنیم، اینا کلش در بر میگیره. دومین سیستم بدن ما به نام سیستم قلبی می باشه. کاردیو فیزیکال سیستم یاد میشه. کاردیو فیزیکال سیستم یاد میشه که سیستم قلبی و اویه می باشه، یعنی سیستم قلب و شریان های قلبی می باشه که خود قلب وظیفهش پمپاژ خون می باشه که خون اکسیژندار و غیر اکسیژندار می داشته باشه که دارای دو دهلیز و دو بطن می باشه که طرف چپ قلب ما دارای خون اکسیژندار است و طرف راست ما خون بدون اکسیژن می باشه که مرحله که خون اکسیژندار میشه ای است که از طرف دهلیز و بدن راست به طرف شش ها خون انتقال میده که شش ها رو اکسیژندار میکنه و بعدن از اون طریق شش ها به دهلیز چپ و بدن چپ میره که از اونجا به تمام بدن از طریق شریان ها، وریدها یا اویه ها یا مویرک ها میرسه به تمام بدن ما.
این بود از دومین سیستم. سیستم سومی بدن ما عبارت از سیستم تنفسی می باشد. سیستم تنفسی چیست؟ سیستم تنفسی یا ریسپیراتوری سیستم سیستمی می باشه که ما طریقه تنفس ماست که ما اکسیژن میگیریم و کربن دی اکساید خارج میکنیم که شامل کدام بخش ها میشه؟ سیستم عصبی و سیستم قلبی را خود گفتیم که سیستم عصبی شامل کدام بخش ها بود، سیستم قلبی کدام بخش ها بود، ولی سیستم تنفسی شامل کدام بخش ها میشه و از کدام طریق تنفس گرفته میتونیم، از کدام طریق کربن دی اکساید اخراج میشه. سیستم تنفسی ما که از شامل بینی، دهن می باشه که بعد از او حنجره است، حلقوم است، برانشیول است، اینا می باشه که تا خود شش است که به شش اکسیژن میرسانه و کربن دی اکساید از شش ها بیرون کرده و به فضا اعلام میکنه. که خود سیستم تنفسی ما گفتیم شامل بینی، دهن، حنجره، حلقوم، برانشیول، ایول و خود شش ها که داخل شش هاست، یعنی ایول و اینا در اونجا میره اکسیژن گرفته میشه و گاز کربن دی اکساید خارج میشه. که خود بینی ما وظیفه خاصی که ما مثلا از طریق بینی تنفس میکشیم وظیفه خاصش اینمی است که داخل خود بینی سه وظیفه را انجام میده. اونم هوا را مرطوب میسازه، اکسیژن تصفیه میکنه و به راحتی میتونه اکسیژن به شش های ما بره و راه بندی مثلا راه برش بند نشه و باعث توقف دادن اکسیژن نشه و کم نرسیدن اکسیژن نشه. دیگه چهارمین سیستم ما سیستم هضمی یا دیگستیو سیستم می باشه. سیستم هضمی به چی گفته میشه؟ سیستم هضمی یعنی همین مرحله که یک غذا در بدن ما هضم و جذب میشه. زمانی که ما یک غذا را میخوریم حداقلش 4 ساعت داخل معده ما می باشه تا بعد از 4 ساعت که او تجزیه میشه به دانه های بسیار کوچک تبدیل میشه که وارد خون ما میشه و مواد مفیدش گرفته و مواد مضرش از بدن ما بیرون میره. که سیستم هضمی شامل کدام بخش ها می باشه؟ سیستم هضمی ما که هست شامل بخش های مثلا دهن است که غذا وارد میشه، میری است، معده است، روده کوچک، روده بزرگ و خود مقعد می باشه که استخراج مواد از اونجا صورت میگیره یا دفع مواد صورت میگیره. که زمانی که ما غذا را میخوریم در بدن روده بزرگ و روده کوچک وظایف خاص خود داره. هر اعضای بدن یک وظیفه خاص خود داره که خود همین روده کوچک و روده بزرگ وظایف بسیار خاصی را دارن. زمانی که ما غذا یا آب نوشیدنی باب اینا را میخوریم از طریق دهن، او از طریق میری از کانال میری و معده میره. در معده حدود 4 ساعت میباشه و اگر بسیار ثقیل باشه توسط تیزاب معده و هضم میشه. که تیزاب معده را اگر بخوایم دربارش بگوییم، خود تیزاب معده آنقدر سخت می باشه، آنقدر سخت است یا تیز است که میتونه آینی که مثلا پل ساخته میشه این میره میتونه ذوب بکنه. و دیگه سیستم هضمی که گفتیم روده های کوچک و روده بزرگ که خود روده کوچک وظیفش که طولش از روده بزرگ کرده دراستر است که حدود 4.5 تا 5.5 متر می باشه. که خود روده کوچک وظیفش است که غذا در اونجا میره و دفع میشه، ولی روده بزرگ وظیفش رفتن آب است که در روده بزرگ مواد اضافی بدن نمیره، فقط آشامیدنی ها یا آبی که میخوریم اونجا میره و از طریق او استخراج میشه. و دیگه وظیفه خاص سیستم هضمی را که ما بگوییم خودش گفتیم که هضم کردن می باشه. و مثلا در بخش دیگرش بعد از معده و اینا خود جگر می باشه که جگر آشپزخانه بدن انسان ما نیز برش گفته میتونیم. که خود جگر تمام غذاهایی که مثلا اضافه میشه پیش خود قید میکنه و بعدن میده وقتی که بدن به او نیاز داشت او را استخراج میکنه تا بدن از او بگیره. و این رقم که غذا هضم شد در جریان خون میره و توسط قلب که خون پمپاژ میکنه اکسیژن داره به تمام بدن میرسه و تمام حجرات از او استفاده میکنه و باعث تقویتشان میشه. و این بود از سیستم هضمی. بخش بعدی ما روی سیستم جلدی یا اسکن سیستم میریم. سیستم جلدی ما که شامل خود پوست یا جلد بدن انسان، موی و ناخن ها میشه که اینا وظیفهشان مثلا خود پوست اگر بگویم خود پوست لایه بسیار ضخیمی روی بدن ما میباشه که از جلوگیری از انتقال میکروب ها میکنه. اولین مدافعی که بدن ما را میتونه قوی نگه داره و محافظت کنه همین پوست است به خاطر میکروب ها که میکروب ها به زودی نمیره از داخل پوست. ما منافذ بسیار کوچک دارن که از اونجا عرق یا مواد بدن تولید میکنه که او هم به خاطر میکروب برای از بین بردن میکروب ها فایده داره. و این موهایی که در بدن ما است اینا کلشان یک مفید است برای بدن ما که میکروب ها را نمیتونه داخل بدن داخل شونا را اجازه نمیده.
و ششمش سیستم تناسلی یا ریسپروداکتیو سیستم می باشه که سیستم تناسلی مردانه و زنانه داریم که از مردانه را به نام پینیس و از زنانه را به نام ویژنال یاد میگرده. دیگه هفتم داریم سیستم طرق بولی یا یورینری سیستم. یورینری سیستم وظیفهش تصفیه کردن می باشه و استخراج کردن موادهای مثلا آب و چیزایی که میخوریم یا امو ادرار را استخراج میکنه که اینا شامل گرده، حالب و مثانه می باشه که خود گرده تمام آب یا خون تصفیه میکنه. بعد از او از طریق نلهای حالب که به دو طرف مثانه وصل است به مثانه میره و از طریق مثانه استخراج میشه. و دیگهش هشتمین بخش یا سیستم بدن انسان سیستم اسکلت و مفصل ها می باشه، یعنی اسکلت و انجاینت سیستم می باشه که خود سیستم اسکلتی بدن انسان که خود بدن انسان از 206 عدد استخوان ساخته شده، ولی در نوزادان استخوان ها به 300 عدد میرسه. به خاطر چی؟ به خاطر به 300 عدد میرسه که زمانی که یک طفل نوزاد به دنیا میآید، طفل نوزاد استخوانش بسیار نرم است، استخوان نرم است و رو به شکل گرفتن است، رو به این است که مایده رشد میکنه و قدش بلند میشه و وزنش زیاد میشه و در مرور زمان تا که به سن نوجوانی میرسه استخوان ها از 300 دانه به 206 استخوان اصلی که بدن انسان 206 استخوان داره تبدیل میشه. و این دلیلش است که استخوان‌های کوچک مثلا 300 دانه در استخوان در بدن یک طفل نوزاد می باشه، این به مرور زمان خود کلان کردن میگیره، یکی دیگه جوین شده و خود کلان میره. دیگه نوم سیستم عضلاتی داریم. سیستم نوم ما به نام سیستم عضلات یا مسل سیستم می باشه. سیستم عضلات سیستمی است که در تمام بدن ما از عضله ساخته شده، دارای عضله می باشه، مثلا عضله های ماهیچه است، عضله های ران است، پت ران است، اینیاست می باشه که خود عضله کارش این است که بدن روی استخوان پوش میکنه و بین هر جاینت استخوان یک امو بعد از مفصل یک عضله نیز وجود داره. و دومش سینلی سیستم یا سیستم حسی می باشه، یا سینلی یا ساینلی سیستم حسی می باشه که ما از طریق او مثلا همی 5 حسی که داریم که میگیم حس ذائقه است، حس لامسه است، حس شنوایی است، بویایی است، اینیا کلش مربوط به سیستم حسی میشه. کیرم مربوط به نرو سیستم میشه، سیستم عصبی ماست که به ما اطلاق میکنه که مثلا زمانی که یک صدا میایه از طریق گوش و می علزون گوش که است یا پرده گوش رو برای ما میرسانه، سیستم عصبی است که به کار فعالیت میده. یا مثلا زمانی که ما گپ میزنیم تارهای در حنجره است که وقتی که هوا به او برخورد میکنه باعث میشه که صدای ما بیرون بره. و بعض وقتا که گلون درد میشه اون تو که حتی از گپ زدن میمونه، این است که نفس درست به اونجا نمیرسه و حنجره ها شخ میمونه، یعنی مو مواد میکروبی چهار طرف حنجره را محکم میگیره. دیگه 11مش اندوکراین سیستم یا هورمون سیستم داریم. سیستم هورمونی بدن انسان می باشه که ما نقش اصلی هورمون در بدن انسان، هورمون نقش اصلی در بدن انسان داره که ما این رو به دو بخش تقسیم میکنیم، یکی زنانه می باشه و یکی مردانه می باشه. که در مردها این هورمون به نام تستوسترون یاد میشه. هورمون است که از سن 13 14 الی تا 60 سالگی ادامه داره. از سن 13 الی 14 سالگی تولید میشه در بدن و تا 60 سالگی ادامه داره. ولی در زنا که از تستوسترون وجود نداره، فقط دو هورمون دیگه می باشه که به نام استروژن و پروژسترون یاد میشه که استروژن و پروژسترون از سن 11 سالگی الی 12 سالگی تولید میشه و الی 50 سالگی ادامه می داشته باشه که در زنا و مردا مثلا در زنا که تنها استروژن و پروژسترون است، تستوسترون هم دارن ولی خیلی کم می باشه و در مردم هم رقم استروژن و پروژسترون دارن ولی بسیار کم است. و این هم از 11 سیستم بدن انسان می باشه که گفتیم هر کدامش وظایف خاص خود داره که ما هر کدامش دانه دانه تشریح کردیم براتون و یک خلاصه براتون بگویم که مثلا اگر یک سیستم یا ساختمان یک عضو اگر براتون به معرفی بگیرم، مثلا سیستم هاضمه را میگیریم یا هاضمه که عبارت از دهن می باشه، میری است، معده است، روده کوچک، روده بزرگ و مقعد می باشه که روده کوچک نسبت به روده بزرگ طویل‌تر یا درازتر است، ولی روده کوچک خردتر است که در آخرش هم غده اپندکس قرار داره که او هم به هضم که تولیدش آنتیبادی می باشه که به بدن ما آنتیبادی تولید میکنه. و همین رقم تمام اعضای بدن یک وظایف خاص خود داره، مثلا معده هضم کردن می باشه، ششها که هست، اکسیژن وظیفهش اکسیژن گرفتن و خارج کردن کربن دی اکساید می باشه، قلب پمپاژ خون است،
یا مثلا جگر، کبد یا جگر که هست خودش آشپزخانه بدن انسان است، یا مغز محل اصلی یا کنترل بدن انسان است. همین تو گرده هاست که تصفیه خون میگیره، مثانه است که مواد ادرار از بدن ما استخراج میکنه، یا روده هاست که مدفوع را دفع میکنه. اینا هر کدام وظایف خاص خود داره. و تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودین. امید که از ویدیو خوشتان آمده باشه. هر انتقاد، پیشنهاد میتونین در کامنت ها برای ما بگذارین. در پناه خداوند یکتا و یگانه باشید و تا ویدیوی بعدی خدا حافظ و نگهدارتان باد. اگر این ویدیو برایتان مفید بود، ویدیو را لایک کرده، کانال را سابسکرایب و زنگوله را فعال کنید. تا ویدیوی بعدی خدا حافظ و نگهدارتان.